شما چی دزدیدین؟ چی سرقت کردین؟ ما سرقت خفگیری، سرقت مسلحانه. با چی بود؟ مسلحانه با چی؟ با کلت و قمه و نیمچه. بعد کدوم محدوده سرقت میکردین؟ سعادت آباد، آریاشهر، ستارخان. اسلحه رو از کجا آورده بودین؟ از بانه خریده بودیم. بانه خریده بودین. چی شد که رفته سمت سرقت رفتین شما؟ طمع پول آقا، طمع پول. یعنی الان مردم عادی هم طمع پول کنن برن سمت سرقت؟ آره طمع، نه سمت سرقت، ولی بستگی به طمعش داره دیگه. اشتباه رو همه میکنن ولی نکنن بهتره. الان فکر کنید حکم چی باشه؟ چه اتفاقی باید بیفته؟ احتمالاً اعدام آقا، چون 3 نفر تو داستان ما مردن. 3 نفر کشتی؟ و سر فرارمون 3 نفر، 2 تا مأمور رو با یه رابر پیاده رو زدیم، خورده تو گیجگاهشون تیر، مردن. 2 تا مأمور زدیم. 2 تا مأمور رو زدیم که بتونیم دریم، یه دونه هم خورده به رابر پیاده تو گیجگاهش مرده. مردم چیکار کنن شما سمتشون نیایید؟ چه اتفاقی باید بیفته شما دست بردارین از این کار؟ چقدر باید شما دست مواد رو جمع کنن آقا. یعنی مواد میکشیم میرین سمت سرقت؟ بله. مثل این میمونه آقا، شما سیگار، اونی که سیگار میکشه رو بری بکنی تو زندان، اونی که تو مولوی سیگار میفروشه رو هیچ کاریش نداشته باشی. برای این دولت بخواد مواد رو تو ایران جمع کنه کاری نداره که. مواد رو جمع کنن کل این جرما جمع میشه. درست. ممنونم. خواهش